دوستان چیزی متنفرند هستن فکر میکنم از لحاظ سنی 1-2 سال با امیر عزیز فاصله زدید و البته تعداد دفعاتی که من ایشون رو دیدم محدود بود، اینکه ایشون در بیبیان زندگی میکردن، مسجد سلیمان، ما در چشمه، درست از در قطری، شمال غربی و جنوب شرقی. ولی خب فامیلی و آشنایی داشتیم و میشنیدیم و اینکه ایشون قبل از ما به دانشگاه رفت یه پدیده بود، یک اتفاق مهمی خب همه میفهم و سرمشقی بود. بعد میگذره و خب ایشون زودتر رفتن، ما هم 1-2 سال بعد رفتیم تهران و دانشگاه و هر صورت در دانشگاه ما دفعه اولی که رفتیم فهمیدیم که دکترم اونجا چجوری بود، اونجا اومده بود و ما قرار گذاشتیم از طریق دوستی، اون موقع تلفن‌ها فقط خونه بود، موبایل نبود، قرار گذاشتیم و همگه رو دیگه نمیشناختیم، یعنی واقعا که قراری گذاشتیم توی دانشگاه پزشکی، کانتین دانشگاه پزشکی و منم خب دانشجو سال اول ولی ایشون دوم یا سوم بودن و هر صورت اومدن و من رفتم نشستم روی کانتین غذامون رو گرفتیم و رفتیم نشستیم سر وقت که بود. حالا اینو میگم برای اینکه خود جو و رویه اون رو من یک کراوات تمیز و شیک ولی گلگلی و سیاه گلگلی گلای زرد پوشیده بودم و داشتم و اومدم آشمو گرفتم و غذامو گرفتم و اومدم نشستم سر میز. همینجوری که میخواستم بشینم دیدم یک کسی به نظر قیافش بختیاری میاد، حواسم به اون بود، اینجوری کردم و نشستم. بعد دیدم همون آقا اومد و گفت تو فروتنی؟ آره. گفتم از کجا فهمیدی؟ فهمیدم لوریدیه، کراوات تا نصفش رفته تو آش. گفتم فقط که بخرید باید که اون رویه که اون داشت واقعا یک انسان خیامی بود. در حقیقت خلاصه میشه کرد یک انسانی که واقعا همه چیزش رو در شادی دیگران و در سعادت دیگران و این آغاز یک دوستی خوبی بود، با اینکه ما زیاد به هم، برای اینکه ایشون پزشکی بود و ما رشته مهندسی، بعدا هم 1 سال، البته این 5 سال 6 سال بعد انقلاب شد، چند سال بعد انقلاب شد که ما شنیدیم ایشون از زندان آزاد شده و رفتیم به دیدنش، تو همون بیبیان هم که این موقع دیگه یه بچه یا 2 تا بچه داشت فکر میکنم، الان دقیق یادم نیست و اونجا دوباره ایشون رو دیدیم و بعدم 1-2 بار دیگه، اما دیگه ما اومدیم انگلیس و متاسفانه از دور خب گاهی ارتباطاتی داشتیم، ولی در همون موقعی که ارتباط داشتیم در ایران، واقعیت میخوام بگم که سرمشق من هم بود از نظر فکری و راهنمایی که داشت و متاسفانه دیگه دوباره بعد از انقلاب هم که شما بهتر می‌دونید
ایشون دوباره گرفتار شد ولی وقتی که 3 سال پیش اینجا آخرین بارشون دیدم واقعا دوباره همون خاطرات برای من زنده شد. واقعا یادش برای نه تنها من که میگم ارتباط خیلی نزدیک و مدت طولانی باش نداشتم، ولی به خاطر همون چند دیدار و ارتباط و بحثایی که داشتیم یک سرمشق بود و فکر میکنم که برای خیلی های دیگه و میدونم از دوستانی که در آلمان با ایشون بودن و هم فکرانشون بودن میدونم که واقعا سرمشق خیلی و در رشته خودشم واقعا انسانی متخصص و در حد نهایت بود و تمام این دانش رو توانش رو در خدمت هم میهنانش مردمش قرار داد. دیگه بیشتر وقتی نمیگم فقط به همه خواهران و برادرانش و بازماندگانش بچه‌هاش و خانواده‌اش تسلیت میگم از طرف خودم، همسرم و دوستانی که هستن و امیدوارم که یادش که در خاطر ما هست ولی رهروان راهش و دیدش هرچه بیشتر باشه. متشکرم از